خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. من بهزاد معتاد، امیدوارم هر جای دنیا که هستید حال دلتون عالی باشه. یکی از همین شروع مبحث، همین گفتن خوندن دعای آرامش، وقتی تهش رو ما میایم آمین میچسبونیم یعنی میریم تو مذهب. ببین همین، به همین راحتی، به همین سادگی. ما نمیدونیم، ما داریم درک شخصیمون رو میگیم ولی ناخودآگاه داریم رجوع میکنیم به مذهب. بعده به هیچ عنوان، هر کی میتونه واسه خودش بگه، ولی به عنوانی که من تو جلسه این رو بگم، من دارم رجوعش میدم به مذهب. وقتی میام صحبت از من این اصل ها رو خیلی دوست دارم راجع بهش صحبت بشه. وقتی میام ما موضوعی رو صحبت از مراقبه تو شخصی، درک شخصی اوکی. وقتی میام مراقبه رو میکنیم مدیتیشن داریم میبریمش تو فضای علمی. وقتی دعا رو میکنیم مذهبی، برو بشین دعا کن. اصلا انجمن من دارم از این زاویهش میگم، من به زاویه کسی که دوست داره مذهبی، علمی یا هر چیزی نگاه کنه، نوش جونش، عالیه، مال خودش حالشو ببره. اصلا صحبت این نیست که بده، نه اصلا، به منم ربطی نداره که بخوام کارشناسی کنم. ولی تو این فضا نمیخوایم بریم. چرا؟ چون وقتی میای قدم کار میکنی، میای پاک سیستم کار میکنی، اگر بری تو این مبحث، مثلا میای نقصاتو میشناسی، بعد میگی برو بشین واسش دعا کن. خب من میرم دستامو میگیرم بالا، نقصامو بگیر، فسفسمو بگیر، نمیدونم ترسمو بگیر. خب یعنی چی؟ یعنی من هنوز تو توهمم دیگه. یعنی من هنوز دارم توهم میزنم، مواد نمیزنم ولی توهم خوشگل میزنم. اینجا دعا به منزله درخواست کردن کمک، برای این که وقتی من مسئله‌ای دارم، آقا من امروز آگاهی نسبت به روشنبینی ندارم، بشینم چی رو دعا کنم. برو 4 تا تماس بگیر، آقا این روشنبینی چیه، برو مراقبه کن، یعنی توجه کن، به کار بگیر. وقتی اینها رو، این کاربرد رو از این اصول جدا میکنم، یه تناقض عجیبی میشه. من نقصامو شناختم، مثلا برو بشین واسش دعا کن، تو خودت نمیتونی کاری بکنی، پس عمه من قراره بیاد واسه من یه کاری بکنه؟ کی باید واسه من یه کاری بکنه؟ من برم بشینم بگم مثلا عمه من تو واسه من دعا میکن که من نقص مثلا شهوت رانیم از بین بره. خب من باید رو خودم کار کنم تا شهوت رانیم از بین بره. من باید درست کار کنم تا بتونم روابط صحیح رو بفهمم. من باید کار کنم که کم بودم رو بشناسم. من باید کار کنم تا بتونم تسلیم وار زندگی کنم. این جملات که خدا منو آورد تو جلسه، اگه خدا آوردته در قدم 2 به بعد کار کن. قدم 1 نداری دیگه، چون عجز نداری، انزوا نداری، تای خط نداری. آقا این انجمن مال خداست. این انجمن یعنی من نمیفهمم یعنی چی، یعنی بانیش خداونده؟ آقا یه سری آدم بودن این جلسات رو، میدونی چرا؟ اینها صحبت این نیست من جنگ و زاویه‌ای با خداوند ندارم. بابا چرا من دوست دارم همه چی از بوده یه چیز عجیب غریب، من نمیدونم چیه، یه چیزی تو این جلسات هست، تو نمیدونی چی تو این جلسات هست. چرا؟ چون فقط میای و میری پای منبر. هست دیگه، اصول دیگه، آگاهی دیگه، ابزار دیگه. چی هست یعنی چی؟ یعنی یه سری جملات میدونی میشه توهم اعضا. این میشه توهم بیماری به توهم بیداری.